سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. بچه ها امروز قرار با هم دیگه یه فیلمی ببینیم که در مورد شیطان کشه. خلاصشه انقدر خنده‌دار نیست و باله، ولی امروز قرار با هم دیگه ببینیم. بچه ها قبل از شروع کانال روبیکا اینستاگرام یوتیوب رو سابسکرایب کنین. دمتون گرم. لیتس گو. خب بچه ها اینجا خلاصه شیطان کش دیگه. این اولش که فکر موزانه که میکشتش، موزان تبدیل میشه به شیطان. بعدش که تانجی رو رفته بود که زغال بپوشه، موزان رو میکنه به خونهشون. بعد خواهرش و برادرش و مادرش رو با همه خانوادهش کنم میکشه. بعد نزوکو تبدیل میشه به چی؟ شیطان. خواهر تانجی رو چه خنده داره. بچه نگاهش کنی. بعد اورکوداکیه زده خلاصه شیطان کش. بعد اینم که تانجی باش مبارزه میکنه، تانجی میبردش. بعد تخت سنگ هم میبره. بعد میرم میاد گردن شیطانه که همه چه اورکوداکی شکسته اونا میاد میکشه و تمام. بعدش این چند از وسط شیطان در میافته که شیطانش نه رده بالا نه رده پایین، رده معمولی هم. با اینا مبارزه میکنه و اونا رو میکشه. بعد موزان دهن سرویس هم که داره میبینیش در فرام. اینم تامایوه که یعنی جز شیطان ها نیست، یعنی از دست چی یعنی فرار کرده بود که اصلی موزان. اونم کنارش دقیقه اسمشه یادم نمیاد. اینا دقیقه شیطانه. هم باله هم خنده داره. اینجا تانجی رو با رفیقش که زنیسو آشنا میشه، زنیسو چسبیده به دختر رو برش نمیکنه، میگه تو زن منی. بعدش اینا میان جلوتر و چون سه تا شیطان هن، یکیشون نزدیک ردی بالا میخواد بشه که نمیتونه بشه. بعد با هم در میافتن. تانجی رو اون دقیقه شکستش میده که اون وقتی تا بالا تانجی گرجقت میکنه و میرن. این کلاقی هم که اینجا میبینه این کلاق کازوکایه. بعد اینا دقیقا میرن به چی؟ دقیقا یک ریمنی هست که ردش بالا، رده 5 به پایین داره. اصلا واقعا خیلی خنده ساختنش تا چی؟ من دیوانه میشم با وقتی اون بالا سلاخی میکنه. تانجی هم باش مبارزه میکنه. شبش تانجی رو میزنه میشکنه. ایران میلنده. تانجی گردنش خط میکنه و این نمیره. با تا نمیره در از داخل خود فیلم. شاید داخل این نکنم اونجوری باشه. همینجوری. بعد از اینجا میکنه بهش. بعد از اون دیون نیستش، یادم نیست، میاد نجاتش میده. چه شیره. بعد گردنشو قطع میکنه. این هم هاشیرو هستن. این هم موزانه. این هم چیه اسمش دقیقا یادم نمیاد. بهش میدونم چیه رنگوکوه که رنگوکو خیلی شخصیتی چیه ولی میمیره دیگه. اینا دقیقا به خواب مینازن. با چی؟ با یک مومور چینی و جای شیطان رده بالاه. هر بار که وقتی تانجی رو مثلا به خواب میرسه، تانجی گردن خوش داخل خوابش میزن و زنده میشه.
ببخشید صدا خوب نمیاد یا صدای من بد میاد، چون که صدای من گرفته و هم ساعت الان 7:07 است. بعد شیطان بدنشو با چیه یعنی بدنشو کلا با قطار چی کرده، ترکیب کرده. اینجا این رنگوکو رو میبینه که غذا رو میخوره، بعد تانجیر شکستش میده هیچ میشه. بعد اینجا که چاخور، بعد اینجا یه شیطان رد بالا میاد به اسم آکادونا. آکادونا چی میکشه؟ رنگوکو رو. رنگوکو دستش میزنه و دستش باز در میاد. الان مرگ مخربش استفاده میکنه که رنگوکو هم میمیره. دیدم که نه وقتی یه خانم خوشی باشه میمیره. بعد تانجیر میفته دنبالش بهش خوش. بعد تانجیر میاد بشه بداره چی؟ بشه بداره رنگوکو. بعد بداره رنگوکو موش بیزه به کله تانجیر. کله تانجیر که صفته که دست بداره چی میشکنه. چه خنده دار. و اینم به عنوان مثلا خدمت کن مثلا داخل چی؟ داخل شهری. بعد اینم یه حشره بوده مثل یه جا که اینا کار کنه. بعد از اونجا که وقتی اینا کار کنه داخل این شهره چی بوده؟ شیطان بوده. اینم شیطان شد. بعد اینجا زیتون میخواد بیاد چی کنه که میره با فنا که همینطور میشستی این است که شیطان با شیطان در میفته. شیطان نابود نمیشه. بعد حشره میاد. حشره که میاد گردش قطع میکنه. بعد میاد داداش اشتباه میکنه. بعدش هم میاد برادرش هم گردش قطع میکنه. هر دوشون دقیقا میمیرن. هنوز کلی مونده. خب دیگه بگو دیگه. ادامه. بعد شیطان ردی یک که زودی ردی دوم که این ردی سوم. بعد میسی فصل سوم یا چهارم که جای آهنگرای. بعد این همین که یه چی بودی میشکنه. بعد آقا شمشیر چی بوده مثلا زمان تایشوها. بعد دوتا شیطان رو حمله کنم به اینا. وقتی اینو گردن این شیطان میبوله تبدیل میشه به 2 نفر. بعد که باز گردنش میبوله باید تبدیل میشه به 3 نفر. بعدش اینا دقیقه 7 شیطانن که وقتی گردنش قطع میکنید در میاد. اینا دوکیتوسانه که دقیقا با شیطان مبارزه میکنه و گردنش قطع میکنه. دوکیتوسانه میفرسته داخل آب. دوکیتو گردن اینو قطع میکنه. بعدش میریم تو اینا تمام شد. بعد میریم فکرم بسته 4مش نشون نده خلاصه کرده دیگه. که درشون باز میکنم یک بودی از دهنشون میاد بیرون که یعنی گوششون کنه کر میکنه ولی باز گوششون خوب میشه.
کوچولوه. به خدا فیلم اتک دونایتو رو به خدا اگه مسخره میکنن. فیلم خوبی چی فیلمی ساخته؟ خندیدن روزه است. میکنه و تنجیر چی میکنه. بعد خواهرش آتیش میگیره میمیره. بعدش خواهرش تبدیل میشه به انسان. بیروز خواهرش از دوباره زنده میشه. یه سری خیلی اینجه خواهرش تبدیل میشه به چی؟ به انسان. این هم خلاصه فیلم چیزای کش. دمتون گرم که تا اینجا بودین. حتما پیجمون دنبال کنین تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.